بسم الله الرحمن الرحیم. به اطلاع همشهریان عزیز و متقاضیان گواهینامه رانندگی میرساند. برابر دستورالعمل جدید اخذ گواهینامه، آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی برای اخذ انواع گواهینامه‌ها، اگر متقاضی دارای یکی از گواهینامه‌های موتورسیکلت ویژه، هایسه و یا سایر گواهینامه باشد، دیگر نیازی به اخذ آیین‌نامه و امتحان آیین‌نامه نمی باشد. فقط آیین‌نامه برای پای یکم و کسانی که برای اولین بار نسبت به اخذ گواهینامه اقدام می کنند الزامی و اجباری است. بسم الله الرحمن الرحیم. به اطلاع همشهریان